به من اهانت کردن شکرستانی آقا چرا ظلم کردید علیه بسیجی مظلوم یه بسیجی رو توی شهره که محل رو که کشته شما تشکیلات قاتل اومدید حتی نمیتونید تشکیلات بابای قاتل بیایید برای چی از امکانات سپاه از وقت سپاه نیروی سپاه آوردی تشکیلات قاتل منو تهدید کردن نمیدونم عراضه آواش مزاحمت شدن اینجا اعلام میکنم اگر کشته بشم مسئول آقای عراضی اینجا دارم اعلام میکنم امنیت جانی ندارم 40% جانبازم 28 سال و نیم تو سپاه خدمت کردم اما اینا دارن از یه قاتل حمایت کرده من اینه چرا تو سپاه پاسداران از قاتل حمایت کنن و توهین کنن رسما کنن ایشون توهین کردن به من میگه غلط کردی اون کار غلطی دیدی چه برخوردی سرداریه مجلسش هم میاد میگه مجلس قاتلم دارم میاد بالاخره خدایی هست شما اولاد پیغمبر قاتله قاتل چرا رضایت میدم بچه خودتم اعدام خود میکشتن رضایت میدادی چه توقعی بیخودی من مرد بودم اعدام کردم حکم خدا رو جاری کردم تو برای چی میگی مرد بودی رضایت میدادی تو مرد نیستی تو داری مرد نیستی